یادم موقعی که وکالت رو میخواستم شروع کنم، چون قضاوتم قبول شده بودم، یعنی دیالوگی که بین من و اعضای خانواده منعقد میشه یکیش این بود کسی میاد به من پرونده بده، اصلا کسی میاد به من اعتماد کنه، از یه عددهای یه شرایطی واقعا نمیدونم یه چیز ناشناخته بود برام، خیلی سخت بود و دورایی هم بودم برم قضاوت یا نرم وکالت. اول اینو بگم این شایستگی در خودم ندیدم که برم قضاوت و عاشق شغل وکالت هم هستم و اصلا پشیمونی نیستم از مسیری که اومدم، دو تا شغل شریفم واقعا. ولی این نکته رو بگم که من شروع کردم و ریسک کردم تا تونستم، ریسک کردم تو گرفتن دفتر، تو شرایط، تو کار، با لحاظ اون موارد اخلاقی که سعی کردم تو وکالت رعایت کنم، مثلا وکیل کلاهبردار نشم، اگه کلاهبردار مثلا رد مال نکرده باشه اعلام وکالت نکنم و سعی کنم اینجوری تو احقاق حقم نقش داشته باشم. و الان خوشحالم بعد 15 سال وکالت. و اینو میخوام به همه وکلای جوان بگم که اگرچه خودم شاید جزء قشرشون هنوزم حساب بشم، توی راهی که دارید استوار و ثابت قدم جلو برید. این که طرح تحصیل اومده هیچ وقت نمیتونه مانع رشد و پیشرفت و ارتقاء شما بشه. اگه با عشق وارد این شغل شدید قطعا موفق میشید و انشالله موفقیت همه همکارانمون رو ببینید.